آقا ناموسن و شرافتن هر آتو آشغالی رو تو این فضای مجازی تبلیغ نکنید. البته روی صحبت هم با این فوتبلاگراستا ولک چتونه میرید یه سری از این رستوران‌های آتو آشغال و درب و داغون و کر و کثیف رو تبلیغ میکنید. یه عده خر این تبلیغات شما رو باور میکنن، یه عده گاو هم که البته اونا هم باور میکنن. نمونهش این تبلیغه. از این کبابی قدیمی ها که دیگه نسلشون منقرض شده تا دیگه بفهم یکی دو ساعت این حجم کبابه 10 دقیقه حالا بیا اینجا بر اینا هم هست نقشان هم پر بوده اینجا هم پر بوده به قول خودشون. یعنی فکر کنم دیگه سهم فروش کباب هم اینجا این داره رسمی میکنه و کباب نگاه کن ولک یعنی یه حرکتای شما میزنید تو آبودان هم قفل لامصب. طرف تا خشتک یه سمت کوبیده چیده تا فی خالدون یه سمت دیگه گوجه. توی که انقدر فروشت خوبه دیگه چه نیازی به تبلیغات داری ناموسن؟ البته یه عده میگن نه ایشون اعتقاد به مارکتینگ داره و تبلیغات میکنه. این مغازه‌ای که من دیدم عمرن اصلا بدون مارکتینگ و با چجوری می‌نویسن تو بهتون بگم. بریم برای گل کردن من کباب 30 تومنه قیمتش هم خیلی خفه شو ماشاءالله. به اینم سفارش ماست. خودشون میگن روزای معمولی 5-6 هزار سیخ کباب میفروشن. بعد یه نکته خیلی جالب این که کباب و لقمه‌ای هم میدن. لقمه 30 تومن یه دونه کباب بزرگ زیر میزنی. آخ اینجاش جالبه میگه سیخی 30,000 تومان. لامصب الان آشغال ترین گوشت یخی برزیلی اگه گیرت بیاد کیلوی 100,000 تومنه. هیچ هم روی این کوبیده گوشت نباشه 200 گرم گوشته که میشه 20,000 تومان. ادویه و پیاز و زغال و گوشت و لیمو و نون و پول کارگر و آب و برق و گاز و کرایه و کوفته زهرمار هم بخوایم حساب بکنیم پات در میاد 20,000 تومان. این کوبیده باید بشه 40,000 تومان. پای خودت سودتو تازه بکشی روش. چی میزنی تو این کوبیده که میدیش سیخی 30,000 تومان؟ احتمالاً گوشت سگ. دوستتون دارم شدید. به مدت مدید. خداحافظ.